به نام خدا به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید و میخوایم توی این ویدیو در مورد نارسایی قلبی یا هارت فیلیر صحبت بکنیم. خب اول ببینیم که نارسایی قلبی چی هست. ببینید شرایطی هست که توی اون قلب قادر به پمپاژ خون کافی به بافت‌ها جهت تأمین نیاز اونها برای مواد مغذی نیست. در واقع یه بیماری نیست، بلکه سندرومیه که توسط تظاهرات افزایش بار مایع، پرفیوژن ناکافی بافتی و کاهش تحمل فعالیت مشخص میشه. شایع‌ترین علت بستری شدن بیماران بالای 65 سال توی بیمارستان نارسایی قلبی هست. نارسایی قلبی به دو نوع نارسایی سیستولیک و دیاستولیک تقسیم میشه و در نارسایی سیستولیک برخلاف نارسایی دیاستولیک کسر تخلیه یا EF ejection fraction به شدت کاهش پیدا میکنه. علامت مشخص در نارسایی سیستولیک که شایع‌ترین نوع نارسایی قلبی هست همون کاهش EF. کاربرد اصلی آزمایش BNP در تشخیص وجود نارسایی قلبی هست. نارسایی قلبی علل مختلفی داره که شایع‌ترین علت اون بیماری شریان کرونر یا CAD هست. اما طبقه بندی نارسایی قلبی، خب کلاس 1 اینجوریه که بدون محدودیت در فعالیت‌های جسمانی هستند. فعالیت بدنی معمول بدون ایجاد خستگی در اونها ممکن هست، اما تپش قلب و تنگی نفس ایجاد میشه. توی کلاس 2 محدودیت خفیف در فعالیت‌های جسمی دارن، توی زمان استراحت راحتن، اما در واقع بروز تپش قلب، خستگی و تنگی نفس به دنبال انجام کارهای روزمره ممکنه اتفاق بیفته. توی کلاس 3 محدودیت واضح در فعالیت‌های جسمانی دارن، توی زمان استراحت بازم راحتن، اما بروز خستگی، تپش قلب و تنگی نفس با انجام فعالیت کمتر از حد معمول هم برای اونها اتفاق میفته. توی کلاس 4 ناتوانی در انجام هر گونه فعالیت جسمانی بدون ناراحتی دارن. علائم نارسایی قلبی در زمان استراحت هم وجود داره و افزایش ناراحتی با هر گونه فعالیت جسمانی دیده میشه. اما علائم بالینی، علائم در نارسایی قلب راست و چپ متفاوت هستند. تظاهرات بالینی در نارسایی چپ عبارتند از تنگی نفس فعالیتی، ارتوپنه، سرفه، تنگی نفس حمله‌ای شبانه، هموپتزی، سیانوز، بیقراری، کاهش سطح هوشیاری، تاکیکاردی، بزرگی قلب، سمع در واقع صدای رال مرطوب، خستگی، شب ادراری و کاهش برونده ادراری در طول روز. یافته‌های اولیه یا سیمپتوم‌ها در نارسایی بطن چپ سمع صدای در واقع S3 هست و علامت اولیه یا ساین اولیه در واقع در نارسایی بطن چپ تاکیکاردی. در صورتی که بیماران مبتلا به هارت فیلر گیج و یا مضطرب هستند نباید از محدودیت‌ها استفاده بکنید، چون مقاومت در برابر محدودیت‌ها میتونه باعث افزایش بار کاری قلب بشه. اما علائم بالینی، تظاهرات بالینی در نارسایی بطن راست شامل ادم محیطی، آسیت، افزایش وزن، هپاتومگالی، رفلکس هپاتوژگولار مثبت، افزایش JVD، اسپلینومگالی، بی‌اشتهایی، تهوع، درد شکم، ادم جنرالیزه یا آناسارکا که یک علامت دیررس هست البته، و همچنین افزایش CVP. شایع‌ترین علت نارسایی بطن راست نارسایی بطن چپه. تظاهر اصلی نارسایی بطن راست ادم هست و قابل اعتمادترین نشانه افزایش حجم مایعات در بیماران با احتباس مایعات اتساع ورید ژوگولاره. اما تدابیر درمانی در نارسایی قلبی، اول که حذف علل بیماری هست و همچنین کاهش خستگی و عدم تحمل فعالیت با دوره‌های استراحت و فعالیت، افزایش قدرت انقباضی قلب با مصرف اینوتروپ‌ها، کاهش بار کاری میوکارد با کاهش پیشبار و پسبار که به وسیله بالا بردن سر و آویزان یا صاف نگه داشتن پا ایجاد میشه، کاهش حجم مایعات در گردش با استفاده از دیورتیک ها، رژیم غذایی و استراحت، کاهش احتباس مایعات که شامل محدودیت مصرف سدیم و مایعات و مصرف مواد غذایی حاوی پتاسیم هست و همچنین بهبود سبک زندگی در ارتباط با سلامت قلبی. اما درمان دارویی در نارسایی قلبی،
مهار کننده های آنزیم مبدل کننده آنژیوتانسین یا ACEI، بتا بلوکرها، دیورتیکها و دیجیتال دوبوتامین از درمان‌های دارویی هستند. بیماران تحت درمان با ACE اینهیبیتورها باید از نظر هایپوتانسیون، هایپرکالمی، هایپوولومی و تغییر در عملکرد کلیوی تحت نظر قرار بگیرند. یکی از عوارض مهم ACE اینهیبیتورها سرفه خشک و پایدار هست که به ضد سرفه پاسخ نمیده. در بیماران مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و آسمی که به خوبی کنترل نشده به دلیل انقباض برونشیول ها توسط بتا بلوکرها از بلوک کننده های انتخابی بتاوان مثل متوپرولول در واقع استفاده میکنیم. مصرف هر نوع بتا بلوکر در بیماران مبتلا به آسم شدید یا کنترل نشده ممنوع است. از عوارض جانبی آلداکتون میتونیم به ناتوانی جنسی، ژنیکوماستی، خونریزی پس از یائسگی، هیرسوتیسم، کلفت شدن صدا و هایپرکالمی اشاره بکنیم. انواع دیورتیک های مورد استفاده در نارسایی قلبی شامل دیورتیک های تیازیدی مثل کلروتیازید و هیدروکلروتیازید، دیورتیک های حلقوی مثل فروزماید یا همون لیزیکس، دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم مثل تریامترون H و اسپینولاکتون یا همون آلداکتون هستند. یکی از عوارض مهم لازیکس مشکلات شنوایی، کری و وزوز گوش هستند. آموزش به بیمار مصرف کننده لازیکس یا فروزماید شامل این موارد هست. اول اینکه به دلیل سمیت شنوایی و وزوز گوش، شنوایی به طور در واقع دوره‌ای باید کنترل بشه. برای کاهش علائم گوارشی با غذا یا شیر باید مصرف بشه. برای جلوگیری از شب ادراری در اوایل روز داده میشه. به دلیل بروز حساسیت به نور، از در معرض نور خورشید قرار گرفتن باید اجتناب بشه. به دلیل دفع پتاسیم و هایپوکالمی مواد غذایی حاوی پتاسیم رو باید مصرف بکنن و پتاسیم به صورت دوره‌ای باید کنترل بشه. برای کنترل ادم وزن کردن روزانه باید صورت بگیره. اما نکاتی که در مورد دیوکسین وجود داره. اول اینکه بار کاری از طریق کاهش پیشبار و پسبار در واقع کاهش میده. دیوکسین دارویی هست که دوز درمان دوز سمی که بنابراین مسئولیت با دیوکسین به سرعت اتفاق میفته. نباید بیمار دچار هایپوکالمی بشه. مسمومیت با دیوکسین در حضور هایپوکالمی سریعتر اتفاق میفته. پس به بیمار توصیه میشه که از خیار، موز، خرما و آب گوجه فرنگی استفاده بکنه تا پتاسیم به بدنش برسه. اولین علامت در واقع مسمومیت با دیوکسین بی‌اشتهایی و تپش قلب هست. اقدامات پیشگیری از مسمومیت با دیوکسین شامل بررسی احتمال تداخلات دارویی، بررسی علائم بروز مسمومیت، بررسی سطح الکترولیت‌ها شامل پتاسیم و منیزیم، قطع دارو در صورت کمتر بودن نبض از 60 ضربه در دقیقه و یا بروز یک دیسریتمی جدید هست. همچنین تجویز وریدی دیوکسین در زمان بیش از 5 دقیقه، کنترل سطح سرومی دارو حداقل 4 ساعت بعد از انفوزیون وریدی و 6 ساعت بعد از دوز خوراکی است. از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا همون انسید ها مثل ایبوپروفن در بیماران دارای نارسایی قلبی باید اجتناب بکنیم، چون پرفیوژن کلیوی رو به خصوص توی سالمندان کاهش میدن. یکی از روش‌های جراحی در بیمار مبتلا به نارسایی قلب با پیوند قلب هست. قلب پیوندی جدید فاقد عصب واگ یا رشته‌های عصبی سمپاتیک هست. بدین ترتیب افزایش یا کاهش برونده قلب ناشی از تغییر در بازگشت خون وریدی و در نتیجه تغییر در کشش عضلات قلب خواهد بود. با این وضعیت قابلیت و توان بیمار برای انجام ورزش و فعالیت به زیر حد طبیعی میرسه. ضربان قلب پیوندی در زمان استراحت تقریبا 90 تا 110 ضربه در دقیقه هست و برای رسیدن به ضربان قلب مطلوب حداقل 20 الی 30 دقیقه زمان لازمه. قابل توجه هست که در واقع آتروپین نمیتونه باعث افزایش ضربان قلب توی قلب‌های پیوندی بشه. اما تشخیص‌ها و مراقبت‌های پرستاری. خب تشخیص پرستاری اول کاهش گرونده قلبی در رابطه با ضعف عضله قلب است که اقدامات پرستاری این هست که به بیمار توصیه می‌کنیم که از حجم‌های زیاد در یک وعده غذا استفاده نکنه، بلکه در 6 تا 8 وعده با حجم کم تغذیه بکنه. تشخیص پرستاری بعدی افزایش حجم مایعات و احتباس مایعات در بدن در رابطه با کاهش کارکرد کلی است که اقدامات شامل کنترل اینتیک آوتپوت، کنترل برونده ادراری که کمتر از 30 cc در ساعت نباشه
کنترل در واقع علائم ادم محیطی، کنترل برجستگی ورید ژوگولار، کنترل اندازه کبد، محدودیت سدیم و در صورت نیاز محدودیت مایعات است. در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی اگرچه که پاها دچار ادم هستند اما نباید اونها رو بالا ببریم چون باعث افزایش سریع بازگشت وریدی میشه. همچنین مصرف مایعات و نمک باید محدود بشه. میزان نمک توصیه شده کمتر از 2 گرم در روز هست. تشخیص پرستاری بعدی اختلال در الگوی تنفسی در رابطه با احتقان ریوی هست که اقدامات پرستاری شامل پوزیشن نشسته یا نیمه نشسته هست، سمع صداهای تنفسی از نظر ویزینگ و رال، آموزش به بیمار جهت دفع خلط و آموزش انجام سرفه و تنفس عمیق و نهایتاً در صورت نیاز کنترل ABG هست. تشخیص پرستاری بعدی کاهش پرفیوژن بافت‌های محیطی در رابطه با کاهش برونده قلبی هست که اقدامات پرستاری شامل کنترل نبض‌های محیطی هر 4 ساعت، کنترل و بررسی از نظر سیانوز، کنترل رنگ و حرارت پوست، تشویق بیمار به استفاده از ورزش‌های فعال و غیر فعال در تخت هست تا اینکه دچار در واقع ترومبوفلبیت نشه. تشخیص پرستاری بعدی احتمال عدم تحمل فعالیت در رابطه با کاهش برونده قلبی هست که اقدامات پرستاری شامل این هست که به بیمار توصیه میشه که فعالیت‌هاش رو در طول روز تقسیم بکنه و اونها رو با آرامی انجام بده و از انجام فعالیت‌هایی که باعث خستگی و افزایش بار کاری قلب میشن خودداری بکنه. همچنین تشخیص پرستاری بعدی اضطراب در رابطه با هایپوکسی و ترس از مرگ است. اما ادم حاد ریه. ادم حاد ریه تجمع غیر طبیعی و سریع مایع در فضای میان بافتی و آلوئولی ریه هست که به واسطه نارسایی بطن چپ ایجاد میشه. از علائم اون میتونیم به بیقراری و اضطراب شدید به علت هایپوکسی مغزی، تنگی نفس و احساس خفگی، پوست سرد و مرطوب و در واقع خاکستری، تاکیکاردی، سیانوز، JVD، اورتوپنه، سمع ویزینگ در مراحل اولیه و رال مرطوب در مراحل انتهایی، خلط کفالود صورتی، تیرگی شعور، گیجی، خواب‌آلودگی و در نهایت ایست قلبی ریوی اشاره بکنیم. علامت کلاسیک و مشخصه ادم حاد ریه خلط کفالود و صورتی هست. در این بیماران باید بار کاری قلب رو کاهش بدیم و قدرت انقباضی رو افزایش بدیم. بیمار فوراً در پوزیشن نشسته با پاهای آویزان قرار داده میشه تا پیشوار کاهش پیدا بکنه. به بیمار اکسیژن میدیم و حمایت روانی از اون به عمل میاریم تا استرس و عوارض ناشی از اون کاهش پیدا بکنه. درمان دارویی در این بیماران عبارت است از تزریق دیگوکسین، تزریق آیوی دیورتیکی مثل لازیکس، تزریق 2 الی 5 میلی گرم مورفین و این نکته رو هم باید اشاره بکنیم که مورفین در ادم حاد ریه با علت مغزی و همچنین COPD تزریق نمیشه.